طبق بیانیه رسمی اتحادیه اروپا و کل جوامع عربی از ایران میخوان که جزایر سگانه رو به امارات بده. الان نماینده ایران در این سمینار بین المللی حضور داره. جناب صحبتی دارین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد. و به اذن خداوند شروع میکنیم. من اینجاشو نمیتونم ترجمه کنم. تمامی اتحادیه اروپا به همراه این شیخ‌هایی که اینجا نشستن، حبیبی مادر دارم واسه همشون گو میخورن. والا به قرآن بابا خدمت شرط بابا بزرگ من از کشور اینا بیشتره. اون وقت اینا میخوام واسه من تعیین تکلیف بکنن. بیا بابا اینا چیه میگی؟ جلسه رسمیه. من رسمی نمیشناسم. میزنم مادر همتون. آقا صلوات بفرست.